سلام به همه شما دوستان همیشگی. ببینم خاطر شریفتون هست که بنده موشکاف درباره روند قضایا چی گفتم؟ عرضم این بود که بابا هرچی جلوتر بریم جنگ و دعوای باندی تو نظام بالا و بالاتر میگیره. بفرمایید حالا ملاحظه کنید چه لشکرکشی خفنی صورت گرفته. از یه طرف دلواپسا رفتن تو کار کوبیدن برجام. پاسدار علیرضا زاکانی عضو مجلس ارتجاع در نمایش جمعه تهران: امروز نه تنها مبادله با دلار، یورو و درهم، بلکه مبادله با ارزهایی که کشورهای مهم مثل چین، هند، ترکیه و کره جنوبی دارند نیز انجام نمی شود. امروز آمریکایی ها به دنبال برجام 2 هستند. برجام 2 آمریکا تجزیه عراق، سوریه و از باطلاق منطقه خارج شدن است. شریعت نداری هم طبق معمول خرمگس مرکه شد و زیراب برجام رو اینطوری زد. پاسدار حسین شریعت مداری نماینده خامنه ای در کیهان: مگر دستاورد برجام جن است که هیچ کس نمیتواند آن را ببیند؟ درسته که شریعت نداری نتایج برجامو ندیده، اما پاسدار جعفری ظاهرا خوب دیده و نگران آثار زهرخوری و برباد رفتن عمامه عظماست. این فضا و این تهدید علیه ماهیت انقلاب اسلامی و حرکت انقلاب اسلامی به ویژه بعد از موضوع برجام و توافق برجام در این تبادلات، تعاملات و این مباحث خیلی این تهدیدات جدی‌تر شده و باید مراقبت بشه. همونطور که بعضی از افراد مؤثری که در عرصه‌های سیاسی متاسفانه دارن بی‌توجهی میکنن به آرمان‌ها و خون شهیدان و دستاوردهای اونها، بی‌توجهی داره میشه. اینایی که تا اینجا براتون قطار کردم لشکرکشی باند خامنه بود. از اون طرف کوسه و شیخ فری هم رفتن سراغ دایناسورای قم و لشکرکشی حوزوی. تقدیر علما و مراجع تقلید از خدمات دولت 11 و حمایت از برجام: ناصر مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، وحیدی خراسانی، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، جوادی آملی، شبیر زنجانی، جعفر سبحانی و محمد علی علوی گرگانی ضمن برشمردن نقطه‌های مثبت دولت در بخش سلامت و درمان به صورت ویژه از وزیر بهداشت تجلیل کردند. برخی مراجع عظام تقلید نیز در ارتباط با برجام مطالبی را بیان کردند و خواهان رعایت انصاف و دقت در اجرای این مسئله ملی شدند. وحیدی خراسانی گفت: سلام مخصوص مرا به روحانی برسانید. باید با دنیا با حسن کلام صحبت کرد و این دستور دین است. همه رو ول کن، ناصر مکارم شیرازی رو بچسب که تا دیروز نونخور خامنه بود. نکنه اکبر کوسه قاپشو دزدیده و پاک جام زهریش کرده باشه. مکارم شیرازی با اشاره به اینکه عده‌ای در مورد برجام بی انصافی میکنند در این زمینه گفت: با وجودی که رهبر معظم انقلاب با برجام موافقت کردند، برخی که ادعای پیروی از ایشان را دارند باز در مسئله برجام تعبیر به خیانت می کنند. یادتون خامنه تو دیدار با آخوندا گفت حوزه باید انقلابی بماند. منظورش این بود. الانم مبعدی کرمانی رو فرستاده تو جمعه بازار تا برای جلوگیری از ریزش بیشتر مهرهای حکومتی از این حرفا بزنه. بله، در مورد تقلید در بعضی از مسائل همانند نماز و روزه و
حج و امثال اینها میتونه فردی مقلد دیگری باشه، ایراد نداره، ولی همه باید در این مسائلی که عرض کردم، مسائل حکومتی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل داخلی، دفاعی، موضع گیری در مقابل دشمن، همه باید مطیع رهبر باشن بدون استثنا. شیعه باید باشد، سنی باید باشد و الحمدلله. منظورش اینه که مبادا برید از این آخوندهای حوزه تقلید کنید ها. تو بحث برجام و این حرفا فقط باید از یه نفر تقلید کرد، اونم عظمای طلس شکسته است. همونطور که ملاحظه کردید جرخوردگی تو نظام از یقه عبای عظما شروع شده و الان رسیده به انتهای عبا و قبا. یعنی این نظام از 100 تا ذیل داره نصف میشه. زد زیاد تا فردا شب.